دیدن به انسان‌ها بگن یادآوری کن شانس هایی که تو زندگی آوردی. من شانس آوردم تو خونمون کتاب بود، شانس آوردم پدرم برام کتاب می‌خرید، شانس آوردم بیشترین پول رو میداد دفتر و اینا شانس های زندگیه. وقتی به این شانس ها فکر بکنم دیده آدمی منصف‌تر میشم، پرخاشگریم کمتر میشه و در عین حال افسردگیم کمتر میشه. در مقابل وقتی شما فکر میکنید که خب تلاش کردم، جون کردم، زحمت کشیدم، منتال هلثت، سلامت روانت یه ذره به هم میخوره. پس بیایم به عنوان یک عنصر سلامت روان به شانس هایی که در زندگی آوردیم فکر کنیم. شانس های عجیب غریب که اگه من این مدرسه نمیرفتم واقعا این مدرسه خیلی جای خوب بود. اگه ما از اون محله نیومده بودیم این محله، تفلک پدرم مثلا زحمت کشید، خونه رو فروخت، چه کرد، چقدر اجاره رو صرف کرد، محله خوبی بود، هم کلاسای خوب داشت. اونجا چی بود؟ خیلی عضو میخوام لاتونه بود و چی بود اینا. و این به این شانس ها فکر کنی دیدن واضحاً به درمان افسردگی و سلامت روان افراد کمک میکنه.